سلام، امیر اکسل هستم. اومدم با یه آموزش دیگه با کامپیوتر. قبل از شروع آموزش ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، منو ساب کنید، نوتیفیکیشن آن کنید که از ویدیوهای آموزشی بعدی منم با خبر بشید و اگر همیشه منو به دوستاتون معرفی کنید. این ویدیویی که ما امروز داریم نه تنها آموزشیه بلکه یه طرف است. خیلی موقع پیش میاد که کیبورد ما خراب میشه یا حالا اگه بیسیمه شارژ باتری کیبورد خراب میشه و خلاصه یه چیزی میشه که ما نمیتونیم از کیبوردمون استفاده کنیم. ما اینجا میتونیم کیبورد مجازی رو فعال کنیم توی ویندوز های 7, 8, 8.1, 10 و 11. خیلی کار ساده ایه. ما میایم توی یه لحظه توی قسمت نوار وظیفه، توی این قسمت فقط کافیه کلیک چپ کنیم، کلیک راست کنیم. کلیک راست که بکنیم اینجا توی این قسمت این میاین اینجا اینو فعال میکنید. روی این که کلیک کنید ببخشید این نبود، یه لحظه، نه این هستش دوستان، این کیبورد نوشته، این کیبورد، اینو نمیتونه بکنم. روی این که کلیک کنید اینجا عکس یه انیمیشن یک کیبورد کوچولو میاد که اگه روی این کلیک کنید یک کیبورد مجازی ظاهر میشه. توی ویندوز 8 از پایین به بالا میاد، توی ویندوز 8 تا 8.1 اینجوریه، 7 هم احتمالا اینجوریه ولی 10 و 11 رو نمیدونم. اینجا راحت میتونین تایپ کنیم. برای مثال من مثلا یه فایل دارم میخوام یه اسم واسش بنویسم، اینجا اگه دقت کنین با این پاک میشه، مثلا مینویسم امیر. واسه انگلیسیش هم فقط کافی روی این کلیک کنید و انگلیسی رو بزنید، خیلی راحت. XL، هیچ کار آسونی نداره، فقط این ضرب داره کنارم بزنید کیبورد میره. دوباره میتونید روی این کلیک کنید کیبورد بیاد. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، میگن که ما شاید کامپیوتر ما پیسی ما رمز داشته باشه، بس باید چیکار کنیم وقتی رمز داره؟ چجوری باید واردش بشیم؟ نمیتونیم این گل بدم. واسه اینم یه آموزش دیگه هستش که من ویدیو رو جدا با موبایل میگیرم. فعلا بریم سراغ. دوستان توی این قسمت ما کیبوردمون خراب هستش مثلا و نمیتونیم رمزی وارد کنیم و کامپیوتر ما هم رمز داره. واسه اینکه رمز رو بتونیم وارد کنیم توی قسمت پایین، توی این قسمت روی این کلیک میکنیم. اینجا یه سری چیزایی رو میگه که وقتی سیستم ها یه مشکلی داره بتونیم ازشون استفاده کنیم، ولی اونی که ما باش کار داریم اینه، نوشته کیبورد. روی این کلیک میکنیم، بعد چند ثانیه تاخیر اینجا کیبورد مجازی میاد که ما با این کیبورد مجازی میتونیم رمز پیسی یا کامپیوتر خودمون رو وارد کنیم. حالا رمز من 1500 هستش. اینجا کیبورد مجازی میره و ما وارد کامپیوتر میشیم. قبلش اینجا دوباره ما کیبورد مجازی داریم که میتونیم ازش استفاده کنیم. دیگه اصلا لازم نیست کیبورد بخریم. خب این هم آموزش امروز ما. ممنون میشه منو به دوستاتون معرفی کنید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.